خب پایین تر از این کجا بریم؟ امی خود می اساینمنت پایین تر از این که من سکرول داون کنیم هم پایین تر آمده. مثلا او بود تلسکوپ این است لوکال اسکوپ Document getting ready. این Let's یوسف چی skip میشه دال نرشته. خیرم کال نکیده جوی. هیچ جای کال نکردش. باید فانکشن کال بکنی. مثلا فانکشن میشه اینجا کالش کنی. لوکال اینجا کال شد ببینم که چه برگشتی میده. احمد چی کرد؟ برگشت. اینجا چی آمد؟ احمد آمد. فانکشن باید چی شد؟ کال شد. این فانکشن اینجا چی شد؟ کال شد. دیگه فانکشن بالایی که ریزالت است رو میتونی چی کنی؟ کالش کنی. اما این قسم کال کردن بی مورد فایده نداره. باید به یک هدف کال بکنین فانکشن روی یک بطنی روی لودی یک چیزی. فانکشن parent فانکشن child let price $20 let par مساوی به price text.content مساوی به par هیچ معنا میده. کدام راستی گفتین text.content مساوی به par هیچ معنا. اشتباه شده اینجا 40 داده پن 40 بار 40 داده پن 40 کلا اشتباه سیار کار کنین. اصلا مشکل اینه که من کارمون اشتباه میشه اشتباه پیدا نمیتونم که مشکلش یک کجاست هیچ چیز اکسس مساوی text content مساوی جی ال او وی هیچ معنا. گلوبال مخفف ساتپلیشن نه وریبل باید معنی داشته باشه. وریبل باید معنی داشته باشه. خب همینو میگذاریم. شما باید کار بکنید. میم روی درس امروز ما ایرور هندلینگ. به نظر شما ایرور هندلینگ یعنی چی؟ یعنی ایرور هندلینگ یا بتونیم اما دیباگینگ میشه دیگه چگونه ایرور ها را دیسکارک کنیم یعنی جور کنیم یعنی ایرور ها رو پیدا کنیم رفع کنیم رفع ایرور. فکر کنم میره به شکل تکست سیفش کنیم چه بالا. درست از HTML سیفش ده. ایرور هندلینگ رفع چرا میگن؟ ایرور جلوگیری از ایرور. اما ما شما از ایرور جلوگیری کردن نمیتونیم. پس چیکار میکنیم؟ میگیم که اکسپشن هندلینگ. چی میگیمش؟ میگیم که exception handling help us improve noting exception handling. حالا exception handling چه معنی؟ شما بعضی خطاهای کوچیک هستن که قابلیت چی دارن؟ قابلیت دیگه دارن که ما جلوگیریشون بکنیم. اینه چی میگیم؟ exception handling. حالا میره میتونیم error handling هم بگویم. چی بگویم برش؟ error handling هم بگویم اما نه به صورت عموم. خب به صورت عموم میره error handling گفتن نمیتونیم. خب هدف از این چیست؟ هدفش که تو write code کد بنویسیم که به ما ایرور را دیتکت بکنه، کچش بکنه و ریسپاندش بکنه. سه هدف داره. ایرور را دیتکت کنه، کچ کنه و ریسپاند بکنه. سه کار ما باید چی کنیم؟ انجام بدیم توسط ایرور هندلینگ. چرا این کار میکنیم؟ به نظر شما؟ برای آسانی کد نه. و
کمتر از اشتباهات جلوگیریش نه بیشتر از اشتباهاتی و چی از میکنیم؟ to اشتباهات avoid program crash. آها. از کرش کردن پروگرام ما چی میکنیم؟ جلوگیری میکنیم. حالا در جاوا اسکریپت ما چند نوع چی داریم؟ ایرور داریم. ما مختلف انواع داریم. مختلف چی داریم؟ انواع داریم. اما بیم چند تاشون هم بگیریم. یک، اول چی است؟ wrong variable reference. وریبلی که دادی غلط است. نمیشناسه. وریبل چیست؟ اشتباس. دوم دلیل چیست؟ نتورک فیلر هست. نتورک API دیتا گرفتی، از API دیتا اشتباه آمده. یوزرنیم پسورد API ممکن غلط باشه. API endpoint ممکن غلط باشه. یا از یک جیسون دیتا گرفتی اما جیسون invalid هست. invalid جیسون پرسینگ هست. جیسون نمیتونه تجزیهش بکنه. این دیگه چی است؟ دلیل است که ما میتونیم از ایرور هندلینگ کار بگیریم. یا یوزر اینپوت مشکل داره. یوزر اینپوت ایشو داریم. مشکل است. یوزر چیزی که وارد کرده غلط است. یا معمول ترینش لاجیکل بگ است. و موارد دیگه که داریم. یعنی دلایل است که ما از چی کار میگیریم؟ از ایرور این کار میگیریم. ایرور از اینا ما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. حالا ما انواع مختلف دیگه هم داریم. این دلایلی بود که ما از ایرور چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. در جاوا اسکریپت ما انواع مختلف ایرور داریم. انواع مختلف چی داریم؟ ایرور داریم. مثلا چی داریم ما؟ ما مثلا invalid range داریم و انواع مختلف دیگه داریم. معمول ترین ایرور که در تمامی زبانهای برنامه‌نویسی ساینتکس ایرور است. چی است؟ ساینتکس ایرور. ساینتکس ایرور به نظر شما یعنی چی؟ یعنی که مو ساینتکسی مو زبان درست نوشته نیم یا مطابق خصوصی کار نیم. هیچی معنا میده که ما کد ما اجرا نمیشه. کد ما چی میشه؟ اجرا نمیشه. اکزیکیوت یا پارس. کد ما درست اجرا نمیشه. دیگه تایپ ایرور که داریم ریفرنس ایرور داریم. چی داریم؟ ریفرنس ایرور داریم. ریفرنس ایرور یعنی چی؟ شرایط خود زبان ساینتکس هایش نمیده به خاطر یا مو رفرنس ایرور از منبعش نظر به منبعش درست نیه. دقیقا میشه بگویم که ما اینجا گفتیم که wrong variable reference. وریبل تعریف نکردی اما کارش کردی. این چه میشه؟ یک ریفرنس ایرور میشه. دیگر داریم مثلا تایپ ایرور داریم. چی داریم؟ تایپ ایرور داریم. دیفینیشن ازی باشه به شما که تایپ ایرور یعنی چی. دیگر داریم رنج ایرور هست. شما یک رنج از دیتا را گرفتین اما رنج تان درست نیست. خب اری را کال میکنین ایندکس منفی چه کال میکنین. اری را کال میکنین ایندکس وجود نداره. هیچ از رنج ایرور است. و URI ایرور دارین. آدرس شما چی است؟ اشتباه است. این انواع ایرور هست. و دیگه مواردی که ما داریم. URI. خب اینا اینجا تنظیم شد درست. ما حالا
چگونه ایرورا را ما جلوگیری میکنیم؟ میتونید شما بگوین چگونه؟ چگونه ایرورها جلوگیری دیروز کنیم؟ یک مقدار کال کردیم نه؟ باید کدهای ما صد نظر به زبان اول ساینتکس های ما درست باشه و کدهای ما به تمیز باشه. نه، ما در چی استفاده میکنیم؟ از بلاک ترای کچ و فاینالی. از چی؟ ترای کچ و فاینالی. در ترای کچ 3 تا بلاک داریم، یکی ترای، یکی کچ کم، فاینالی. خب من اینجا در کامنت برات نوشته میکنم try is a block where error may occur. error ممکن اینجا اتفاق بیفته در try. خب catch is a block where we catch the error. یعنی توسط که چیکار میکنیم؟ بلاک را جلوگیری میکنیم و پروگرام رو کرش نکنه و ما یک مسیج دلخواه بده که چه مشکل داره. و فاینالی is a block. فاینالی یک بلاک است که همیشه اکسیکیوت میشه، چی درست باشه چی ایرور بفته نفته همیشه چی میشه؟ اکزیکیوت میشه. حالا بیاین یک مثال کار کنیم. ما فرض کنیم جیسون میخوایم پارس کنیم، میگیم let مثلا result جیسون داد پارس. حالا یک جیسون فرض که داشته باشیم اینجا، مثلا نیم. حالا فرض که در نیم ما یک چیزی باشه، مثلا میم نام برای نوشته کنیم صفی. خب چون دبل کوتیشن کار گرفتیم باید سینگل کوتیشن کار بگیریم. در ایرور هم چیکار میکنیم؟ میگیم کنسول. خب در اینجا میگیم که چیکار کو کنسول دات لاگ و ما از همین ریزالت نیمش را چیکار کو کال کو لاگ بی نیم را با چیکار کو لاگ بی. اما در بخش کچ میگیم کنسول دات لاگ چرا ایرور دات مسیج. از ایرور مسیج را ما چیکار کو اگزیکیوت و بلاک آخر که داریم فاینالیست. این بلاک برش مهم نیست که چی کار میشه چی کار نمیشه. I will execute هر کار شد یا چی اتفاق افتید خطا چی اتفاق نیفتید اجرا میشه. حالا بین در پروگرام و اینجا رن بکنیم. این میگه که expected property name or این تک چیز این جیسون at position 1 line 1. جیسون ما چی داره؟ مشکل داره. جیسون ما چیز مشکل داره نه؟ حالا این چه کرد؟ بدون از یک پروگرام کرش بکنه. ببین اگر شما این کار بدون از اینا انجام بدین، ببین یک کار میکنیم که کامنت میکنیم و از این پایین هم چی کار میکنیم؟ کامنت میکنیم. خب اگر شما یک قسم اجرایش بکنین، حالا ببین uncut syntax error expected property name or فلانی پروگرام کرش شد، پیش نمیره کار نه؟ اما ایرور هندلینگ چیکار میشه؟ یک منوال بر ما ایرور میده که این یک مشکل اتفاق افتاده پروگرام هم کرش نمیشه. حالا ببین I will execute هیچ کار میشه بلاک کیش بلاک فاینالی ماست که میشه اکزیکیوت میشه و هیچ مشکلی هم نداره. خب ما یه ایرور است که میشه خودش میگیره نه؟ اگر ما بخوایم یک ایرور دلخواه تعیین بکنیم او چه رقم میشه؟ بینید کارا بکنیم. اینه ما کامنتش میکنم. میم حالا بلاک ها رو فهمیدن که کدام چیز. بیم یک از مشهورترین اکسپشن ها چیست؟ تقسیم بر صفر است. مثلا ما A و B رو بخوایم تقسیم بر چی کنیم؟ صفر انجام بدیم. if
A مساوی به 0 بود. نه بیره، ما A خب به B تقسیم نمیکنیم، B را باید بگیریم. چیکار کنم؟ میگم true. حالا اینجا چی میشه؟ true new error. true new error. اینجا error رو ما چی کنم؟ باز کنم. چی error؟ You cannot divide by 0. اگر یه اتفاق افتید خو این کار بکن، اگر نیفتید چیکار کن؟ return نکو A تقسیم بر B. خلاص. حالا اگر ما بمیره divide بگیریم و 10 تقسیم 0 کنیم، به نظر شما چی میشه؟ چی اتفاق میفته اینجا؟ چون 10 تقسیم بر 0 باید 10 دیگه. 10 تقسیم بر 0 10 میشه؟ یک لاجیکل ایرور است. 10 تقسیم بر تناهی 10 تقسیم بر 0 درست است؟ 1 تقسیم 0 شنه اصلا شاید لای تناهی میشه دیگه. نه نمیشه، اتفاق نمیفته. ببین میگه you cannot divide by 0. حالا از این شکل که تا که کل ساینتکس تا بر نفر نشان بده، پروگرام تا نشان بده، ببین وقتی شما کلیک میکنین به شما پروگرام تا نمیاره که اینجا این تک چیز شده. برای جلوگیری از این ما چی داریم؟ ما ایرور هندلینگ داریم که ترای میگیم و ما چی کار بکنه؟ console.log. این ایرور ممکن بفته، نه؟ console.log بکنه برای ما چی را؟ divide 10 تقسیم بر 0. حال راه آسان تر از ایست که برای ما چی کار میکنه؟ این ایرور را میگیره. مثلا آر برش بتیم و اینجا میتونیم که ایرور ما را console.error میتونی ایرور پرنت بکنی به جای لاگ، مثلا errors. حالا هر چیزی که خواستی میتونی نشته بکنی. میبینیم چی کار بکنه؟ error.message. کدام مسیج میاره؟ حال برای ما اینی مسیج میاره. اینی مسیجی که اینجا سیره برای ما میاره. چه شکل؟ به شکل درست ترش، به شکل پروگرامینگش. چیکار میگه؟ میگه errors you cannot divide by 0. سیف کردیم اینه. حالا به جای از که و ما باید نشان بده که مثلا چطور اتفاق افتیده چطور شده، میگه چیز انانیموس ایرور هندل از 66. کلیک بکنین به شما اینجا چه کار میکنه؟ ایرور میاره که اینجا ایرور اتفاق افتیده، ترای کیچ صورت شده و اینجا به شما ایرور داده. اما با یک مسیج دلخواه. این مسیج دلخواه که جامعه از کلمه ترو. اینجا ما یک مسیج یک توی دیگه هم برش نشته میکنم که ترو داریم. خب چیکار میکنه؟ true is a new custom error. یک ایرور دلخواه برای ما چیکار میکنه؟ جور میکنه. خب به نظر شما دیگه در ایرورینگ چی داریم ما؟ این در سایت بینیم چی هست؟ ترو را گفته، ترای کیچ را گفته و دیگه چیزی هم نداره. You can adjust object for more information about an error. خب آبجکت ها را میتونی تایپ، البته کد نمبر خاص بخوای تعیین بکنی میتونی از این هم استفاده بکنی که این یک کد نمبر ایرور رفتید. اما حالا بین یک آبجکت را اگر ما بخوایم ایرور بگیریم، در ایرور ما چه چیزا آبجکت داریم؟ در ایرورینگ چی داریم؟ خب میتونیم که ایرور دات مسیج بگیریم و به همین شکل ما چند چیز دیگه هم داریم. میتونیم که ایرور دات نیم را هم بگیریم. خب و میتونیم ایرور دات استک را هم بگیریم. حالا بین اینجا در ایرور هندلینگ ریفرش بکنین، این به ما چی داده؟ در حالت عادی که console.errors بیم console.errors اگر ما شما تبدیل بکنیم به console.log و به این شکل از استفاده بکنیم. حالا ببین
میگه چی هست؟ You cannot divide by 0 در حالت عادی. ایرور نیمش ایرور هست. ایروری که اتفاق افتیده استراکچر هستش چی هست؟ You cannot divide by 0 میگه در اینی قسمت در اینی آدرس HTTP 107.0.155.0.2 جاواسکریپت ایرور هندل در اینی خط افتیده و همچنان در اینی قسمت چی؟ HTML فایل. وقت به کلیک کنی اینجا میاره برات. وقتی هم به این لینکش کلیک میکنی یعنی در اینجا اتفاق افتیده که اینی ایرور جدید آمده اتفاق افتیده که you cannot return as 0. You cannot return as 0. خب در بخش بیسیک ایرور هندلینگ ما همینقدر موارد را داریم که شما باید روی اینا کار بکنین و استفاده جا بفهمین که دقیقا اینا چه وقت ما از اینا استفاده کرده میتونیم. ما به خاطر که پروگرام ما کرش نبکنه از ایرور هندلینگ کار میگیریم. شما باید از این چی کنین؟ استفاده بکنین. سوال چیز دارین میتونین پرسان بکنین. استاد می داد داخل داد مسیج یک فانکشن درسته؟ ایرور داد مسیج. ایرور خودش یک فانکشن است که داخلش یک تا چی داره؟ یک تا وریبل به نام مسیج. که او وریبل مسیج پیام شاملش هست. ایره میتونیم بگیم پراپرتیش هست. خب این سه تا چیشن پراپرتیش هستن. ایرور میتونه نام داشته باشه که از نام به رفرنس استفاده میکنیم و ایرور مسیج پیام مشخص که باید ایرور بده که چی مشکل داره ایرور. یعنی اتفاق افتیده یعنی چی؟ استک تراس هم مسیری که اتفاق افتیده رو به شما چیکار میکنه مشخص میسازه. یعنی خیلی ترای اند کچ کسته ایرورای از موره خیلی انانیموس نشان میده از نشان دادن کد از ما جلوگیری نه. فقط یک هدف اصلی ایرور چی است؟ ما اینجا با ایرور هندلینگ چی است؟ اینجا برداشته کردن بالا ببین که برای ما چی کار بکنه؟ از پروگرام کرش کردن جلوگیری بکنه. اینجا ببین to write code detect catch respond و to avoid program crash. اتفاقایی که میتونه سبب ایرور شوه wrong variable reference است، network failure است، invalid json parsing است، user input issues یا logical bug هست. این دلایل است که میتونه ایرور اتفاق بیفته. انواع ایروری که اتفاق میفته است syntax ایرور است، reference ایرور است، type ایرور است، range ایرور است، URI ایرور و موارد دیگه که ما دلخواه کاستوم داریم. در ایرورینگ ما 3 تا بلاک داریم. خب در ایرورینگ 3 تا بلاک داریم. try catch finally. try جایی است که ایرور ممکن اتفاق بیفته. catch بلاک است که ایرور ما catch میکنیم یا جلوگیریش میکنیم و finally بلاک است که ایرور باشه نباشه اکزیکیوت میشه. ایرور باشه نباشه اکزیکیوت میشه. و ترو که به خاطر یک کاستوم ایرور چی میکنیم استفاده میکنیم تا یک کاستوم ایرور ما ایجاد بکنیم. خیلی خب وقتان خوش، خدا نگهدارتون. وقتتون خوش، خداحافظ.